اپل دیشب سری 16 آیفون رو به همراه سری 10 اپل واچ و ایرپادز 4 خودش رو معرفی کرد. من سحر تهرانچی هستم، با میخکوب مگ همراه ما باشید تا به بررسی رویداد محصولات جدید اپل بپردازیم. شما میتونید ما رو با آیدی میخکوب مگ در اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. شب گذشته در کنفرانس ویژه خودش قبل از هر چیز ساعت‌های هوشمند خودش رو با عنوان اپل واچ سری 10 معرفی کرد. این سری از ساعت‌های هوشمند اپل قابلیت Always On Display دارن که با صفحه نمایش OLED میتونن همیشه روی دست روشن بمونن و از حالا کاربران میتونن پادکست و موزیک رو از اپل واچ خودشون بشنون. همچنین از رنگ‌های جدید این سری هم رونمایی شد. اپل درباره اپل واچ جدید گفت که میتونه تنها در 30 دقیقه 80% شارژ بشه. این سری به پردازنده استنسیپ مجهز شده که باعث عملکرد بهتر باتری در مصرف میشه. در بخش قیمت‌گذاری هم نسخه GPS اپل واچ سری 10 با قیمت $399 و مدلی که از شبکه موبایل و GPS استفاده میکنه با قیمت $499 قرار عرضه بشه. بعد از اون نوبت به اپل واچ اولترا 2 رسید که از رنگ ساتن بلک در طراحی جدید اون استفاده شده و از تمام قابلیت‌های جدید به علاوه 3000 نیت روشنایی بیشتر صفحه نمایش و بهینه‌تر شدن باتری و همچنین کاربردهای جدید در استفاده‌های سنگین در طول روز گفته شد. اپل واچ اولترا 2 با قیمت $799 قرار عرضه بشه. در بخش دیگه از مراسم به صورت رسمی ایرپادز 4 اپل بعد از گمانه‌زنی‌های فراوان معرفی شد. کیس ایرپاد 4 حالا از شارژ وایرلس پشتیبانی میکنه و حالا با شارژر اپل واچ هم میشه کیس ایرپادز رو به راحتی شارژ کرد. اپل برای اینکه کاربران با فایند مای به راحتی ایرپادز 4 رو پیدا کنن، به کیس این دستگاه اسپیکر اضافه کرده. همچنین در نسخه دیگه‌ای قابلیت حذف نویز فعال رو قرار داده. و حالا اپل ایرپادز 4 معمولی رو با قیمت $129 و همچنین نسخه حذف نویز فعال رو با قیمت $179 به بازار عرضه میکنه. بعد اپل از ایرپادز مکس با رنگ‌های جدید، پورت USB-C و پشتیبانی از اسپشال آدیو با قیمت $549 رونمایی کرد. در نهایت سری 16 آیفون معرفی شد. ابتدا آیفون 16 معمولی با چینش عمودی دوربین‌ها طبق کانسپت‌های چند ماه گذشته معرفی شد. آیفون 16 با صفحه نمایش 6.1 اینچی و آیفون 16 پلاس با صفحه نمایش 6.7 اینچی و با پردازنده جدید A18 و همینطور دکمه شاتر برای عکاسی و فیلمبرداری روی بدنه که قبلا شایعاتی ازش به گوش می‌رسید در این مراسم معرفی شدند. دکمه شاتر قابلیت تنظیمات پیشرفته عکاسی رو به کار برآمیده و همچنین توانایی تشخیص نوع فشار بر روی دکمه رو داره و بعد به بررسی قابلیت‌های هوش مصنوعی مانند ساخت ایموجی‌های اختصاصی با چند کلمه و خلاصه نویسی ایمیل و سایر موارد اشاره کرد. آیفون های 16 پرو و 16 پرو مکس هم در ابعاد 6.3 و 6.9 معرفی شدند. حالا دوربین فیلمبرداری آیفون 16 پرو مکس قابلیت ضبط با کیفیت 4K 120 فریم بر ثانیه رو داره. از وایفای نسل 7 استفاده میکنه و در بخش دوربین و باتری عملکرد بهتری از آیفون 15 داره. همچنین اپل امسال در آیفون 16 پرو از سنسور 48 مگاپیکسلی اولترا واید با سیستم فوکوس خودکار کواد پیکسل استفاده کرده. آیفون 16 پرو با قیمت پایه $999 و آیفون 16 پرو مکس با قیمت پایه $1199 قرار به زودی در بازارهای جهانی عرضه بشه. و در نهایت تولید سری 13 آیفون پس از معرفی آیفون‌های امسال متوقف شد. این بود خلاصه رویداد محصولات جدید اپل در سال 2024. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و همینطور دعوت می‌کنیم پیج اینستاگرام ما رو با آیدی میخکوب مگ دنبال کنید. وقتتون بخیر.